هی شانس هم میبینی به زانه خودم. اون تا دیروز چه زندان بودیم، این همه گفتیم آزاد سیم آزاد سیم آزاد شدیم، اومدیم تو خانه زندانی شدیم، قرنطینه کرونا. ای خدا شانس هم میبینی از زندان اومدیم تو زندان. بابا همیشه این موقع یادته مدرسه و بچه‌ها تعطیل میشدن، قشنگ میامدن بیرون، قشنگ بازی میشردن، شادی میشردن، چه خوب بود، قدش ندانستیم. چی ما خوادین تیمور کرنایی هی به من زنگ میزنه؟ چی تیمور چی میگی؟ آقا زنگ نزن به من، با من نکرد، من مادرم ناراحت میشه تو با من میکردی. چی ما خواد؟ دیوانه کجا بلند میشیم؟ تو باغ دوره همی گرفتید، صدا میاد، معلومه که جمع شدید دوره همه کرنایی ها با هم جمع. عصب که الان زنگ میزنم ستاد ملی کرونا بیاد همتون رو ببره. آقا جان همون هفته پیش هم پا شدی رفتی عروسی اونجا همه رو مریض کردی دیگه، بعد الان رفتی تو باغ نشستید عشق حال دوره همی، الان هم پا میشی میری شمال، همه مردم خوب مهربان شمال اونجا کرنایی میکنه، بذار اونا در آسایش زندگیشون رو بکنن. آقا بیا بره یه دونه بیمارستان تو مریض کرونایی داری با خودت این ور اون ور میبری. تیمو من چی کنم از دست تو؟ لامصب کاری که تو با این ملت داری میکنی تیمور لاین با آسیای مرکزی نکرد. تیمور مسیرت من جدا کن، راه من تو جداست، برا بای فوراور. وای اصلا ماندم من عاشق این رعایت کردن این ملت هم به خدا. یعنی یه سری ماسک هم زن زیر سانه فکر میکنن اون زیر میره، یه سری میزنن رو پیشانی فکر میکنن اون رو میره، یه سری میزنن مثلا فکر میکنن اون تو میره. بابا چی میکنی؟ پروتکل رعایت کن ملت نگیرن دیگه. حالا شانس آوردیم خدا رو شکر کشور دوست همسایه برادر گلم چین گفتشی میخواد واکسن اختراع کنه بده. البته تشکر میکنم مسئولین خودمونم خیلی زحمت کشیدن، تازه کشف کردن کرونا بعد از 6 میاد. این همه در غفلت 6 به بعد رفتیم بیرون. دیدید چی کردیم با خودمان؟ ما شما را نداشتیم چی میکردیم؟ چی کرد طلا؟ کرونا کرونا ما داریم میاییم، کرونا کرونا ما داریم میاییم.